اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. همونطور که اطلاع دارید ما در وضعیت سگ صاحبشو نمیشناسه وارد شدیم. با این حال دشمنان هیچ غلطی نمیتوانند بکنن، چون هر غلطی بوده بنده خودم کردم، دیگه غلطی نمونده. علی ای حال امروز همراه با سلامی مشنگ و باگر خالیباف اومدیم اینجا تا ببینیم خلاص این توزیده چه خاکی میخواد تو سر خودش و ما بکنه. توزیده بیا اینجا ببینم. با ورود به روان گاو بنیانگذار این طویله و با آرزوی طول عمر برای مقام عظمای جنایت، مشکل عالم بشریت، زغال عالم منقلیت، شاخص همیشه قرمز بورس، مقام عظمای وقاحت. ما که دعوا نداریم، که ما اومده بودیم مذاکره کنیم. شما گفتی اینجوری نی، حالا که اینجوری نی ما میگیم اینجوری ها. تموم شد رفت. اولالا سید علی تو اوزاکی تو خیلی سی تو او که چپ راست مثل جسد آزماست. شدی ما سپاس دولت مندوق و ماست. جیب خالی شده یک کمی آزی به من پول بده، ته در میریم با دند خلاص. من ناترازم وقف گر رو میبازم، بد جور فازم دولار میره بالا. تو ریزش داری چه وقت من بمیرم واسه به پاشو چلو دکی یابون ولی ما با بیلا به اما که دعوا نداریم. زهرو بخور خیلی خماریم، همه از دم نه تو پاریم آخه چون راهی نداریم. اما که دعوا نداریم، زهرو بخور خیلی خماریم، همه از دم نه تو پاریم آخه چون راهی نداریم. او که چپ راست مثل جسد آزماست. شدی ما سپاس دولت مندوق و ماست. جیب خالی شده یک کمی آزی به من پول بده، ته در میریم با دند خلاص. آقا خوب بود، در راستای منویاتتون بود، سیاست‌های کلیتون حال اومد. سلامی نظر تو چی بود؟ عظما همطور که میدونید از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است. پیشنهاد بنده به این پوزیده اینه که تا ذهنشو باز نکرده دهنشو باز نکنه. باور تو چی میگی؟ والا من پیشنهادم به پوزیده اینه که دیگه از این ترانه ها نخونه، چون واسه پوستش ضرر داره. ای بابا، ترانه چه ربطی به پوست داره؟ وقتی با شما افتادم به جونت پوستتو سیاه و کبود کردم، اون وقت ربطشو میفهمی. بابا اینم شد داوری. من اصلا خواننده نبودم که، من میخواستم برم شهرستان اونجا باغبونی کنم، دعوا نداریم که. من هنوز نمردم، شما نفله ها دارید با استخونام آبگوش درست میکنید. هی میگی زهر بخور زهر بخور، زهر بخورم که امامم برباده. مردک ناتراز، ما رو بگو با کیا میخواستیم کاخ سفید و یزیدیه کنیم؟ یزیدتونو اجماعاً گم شیدت جلو چشام که اصلا حوصلتونو ندارم. گلپا بریم دودناک شیم برگردیم.